واقعا وقتی طلاق هست چرا باید همچین کاری کرد؟ جیری مایکل که خانوادهش مایکل صداش میکنن، همسرش تو دانشگاه آشنا میشن و ازدواج میکنن. تو همون دانشگاه مایکل یه رفیق خیلی خیلی صمیمی به اسم برایان داشت. مایکل، همسرش دنیز، برایان رفیق صمیمیشون و دوست دختر برایان. یه اکیپ 4 نفره که زبون زده خاص و عام بودن. همه میخواستن یه چیز اکیپ باحال و خوشگذرون و اینا نشون بدن، این اکیپ رو نشون میدادن. بین این زوجا اولین کسی که ازدواج میکنه مایکل با همسرش دنیز بود که بعد از 5 سال از ازدواجشون که میگذره مایکل و دنیز صاحب یه دختر میشن. و تصورش کن یه زندگی رویایی، یه زندگی که حاصل عشقتون دخترتون هست، خونه خفن‌ترین خونه، بهترین ماشین، پر از عشق و شادی و خوشحالی که یعنی همه حسرت زندگیتون رو میخورن. از گذشته 5 سال از ازدواجشون که از قضا سالگرد ازدواجشون هم بود، مایک تصمیم میگیره بره ماهیگیری. مایک میره ماهیگیری ولی اون شب دیگه بر نمیگرده. همه نگرانش میشن، طبیعیه. زنش، خواهرش، رفیقش، دوستش، خانوادهش، مادر مایک، همه نگرانشون میشن که آخر دیگه اینقدر ازش خبر نمیشه، پای پلیس میاد وسط. پلیس میاد و تصمیم میگیرن اولین جایی که برن بگردن همون قایق سواری باشه که مایک رفته. میرن به محل قایق سواری، میبینن که خب ماشین مایک توی پارکینگه و قایقش رو موقعی هم که پیدا میکنن موتورش روشن بوده، یعنی قایقه داشته کار میکرده ولی از مایک خبری نبوده. خب پلیسا میگفتن احتمالاً افتاده تو آب و دریا و شروع میکنن گشتن. هر چی میگردن خبری نیست که نیست. خلاصه میگن حتما کوسه ها خوردن، حتما رفته زیر آب، حتما غرق شده و اینها. ولی خب میگن اگه غرقم بشه باید حداقل بعد 1 هفته بدن باد میکنه دیگه و میاد روی آب. بیاد روی آب. ماها میگذره و هیچ خبری از مایک نیست که نیست. بعد از چند ماه که میگذره پلیس پرونده رو مختومه اعلام میکنه و میگه مایک نیست. پرونده بسته میشه. حتی دنیز و برایان نزدیکترین دوست مایک تصمیم میگیرن براش مراسم تشییع جنازه بگیرن و مرگ مایکو اعلام بکنن. اما یه نفر هست که هیچ جور زیر بار قضیه نمیره و میگه مایک یه اتفاقی براش افتاده، اینجوری ناپدید نمیتونه شده باشه و اونم کسی نیست جز مادر مایک. مادر مایک قبول نمیکنه که پرونده به همین راحتی بسته بشه و کل زندگیشو ول میکنه و میفته دنبال قضیه مرگ پسرش. صد با عروسش هم به داستان میخورن و حتی عروسش دیگه اجازه نمیده که مادر مایک نوه‌هاشو ببینه و مادر مایک اونجاست که میگه من مطمئن‌تر شدم که برای بچه من یه اتفاقی افتاده. مادر مایک تصمیم میگیره خودش یه کاراگاه استخدام کنه و اون کاراگاه رو بفرسته دنبال پیگیر پرونده پسرش و شروع میکنن به گشت و گذار و این بر و اون بر. کاراگاه به خودش میاد میگه خب حتما امکان داره یکی رو انداخته باشه تو آب. چرا؟ چون قایقش بنزینش پر بوده. چرا؟ چون قایقش روشن بوده. ولی هر چقدر دوباره میگردن هیچ اثری از مایک پیدا نمیکنن تا موقعی میرسه که شاید باورتون نشه ولی برایان میره خونه دنیزینا و با اونا زندگی میکنه. حتی چند وقت بعدم با هم دیگه عروسی میکنن. ولی دردناکترین قسمت ماجرا اینجاییه که اون اکیپ 4 نفره، اون رابطه خوب، اون خانواده 3 نفره عاشق که زبون زده همه بوده، خودشون باعث مرگ مایکل شده بودن. روزی که مایکل تصمیم میگیره بره قایق سواری بر ماهیگیری، برایان همراهش میره و برایان اونجا اونو از تو قایق پرت میکنه توی آب. ولی چون نمیمیره از آب درش میاره، اونو با شلیک گلوله میکشه و یک جایی کناری درختی دفنش میکنه. از این ماجرا 16 سال میگذره، یعنی سال 2016 برایان به قتل مایک اعتراف میکنه و اینجوری میشه که بعد 16 سال حق به حقدار میرسه و دنیز و برایان زندانی میشن. ببین یعنی در عجبم وقتی میتونید طلاق بگیرین
این چه کاری انجام میدین. وقتی میتونین با همدیگه رابطه نداشته باشین و جدا بشین، هر کی پی زندگی خودش باشه، این چه کاریه میکنین. بعضی وقتا یه انسانهایی رو، یه آدمهایی رو دور و برمون میبینیم که با خودم میگم یعنی شیطون غلط کنه انقدر بد باشه. شیطون یعنی بخوادم نمیتونه انقدر بد و بی‌معرفت باشه. میدونی چی میخوام بگم؟ نکنید. تا وقتی که میتونید طلاق بگیرید، تا وقتی که میتونید زندگیتون رو بهتر بکنید، نکنید از این کارا. امیدوارم که همچین رفیقایی، همچین آدمایی، همچین زن یا شوهرایی گیرتون نیاد. من راضیم و اگه به داستانهای واقعی و هیجانی علاقه داری میتونی منو دنبال کنی.